یار امسال بار نکن. اینقدر باحال خونده من دلم نمیاد قطع بکنم. یه توضیح بدم کامل پخش کنم. آقای بیرانوند هست که دروازه‌بان هم تیم ملی و پرسپولیس اینا، ایشون لور هستش. این آهنگ دیشب در برنامه‌ای که مربوط شب یلداست، تو اینجا خیلی افراد مختلفی اومده بودن، خدا عزیزی اومد صحبت کرده بود، آقای خیلی افراد ورزشی، حالا تو ویدیوی بعدی پخش میکنم. این مربوط به شبکه 2 هستش اگه اشتباه نکنم، برنامه یلدای ایرانی. امروز روز اول زمستان، دیشب پخش شده. این آهنگو من توضیح بدم، من گشتم پیدا کردم برای علاقه‌مندان. این آهنگ لکیه گویا، اثر هم در واقع مربوط هست. خب اینجا کجاست؟ اینجا که دارید اینجا میخوام زادگاه آقای چیز به شما نشون بدم. اینجا که نوشته سرابیاس، این بریلوند مال پایین خرم‌آباد هستش. آقای بیرانوند بچه اونجاست در واقع. این چیزی که میخونه اگه کسایی میخوام پیدا بکنن، نوشته سرچ بکنید آهنگ لوری کاویار، شخصی آقای شهاب محمدی اینو خوندن. من نمیتونم اینجا بخاطر مثلا کپی رایت اینو پلیش بکنم، اما میتونید پیدا بکنید. چیز محلیه، مربوط به لرستانه. خب یا آقای بیرانوند، من این آهنگشو پخش کنم، انقدر جالب بود که دلم نیومد اینجا بهش ضریب ندیم برای کسایی که از دست کاملا صدا خوبه. کیا یاره کیا یار یکوش معنیشو ما میفهمیدیم. حالا کسایی که زبان لوری بلدن یا لکی کردی هم خیلی متوجه میشن، اگه میدونستن میتونی پیدا کنی معنیش چیه خیلی خوب بود. خواست کیا یاره کیا یار خواست کیا یارکم، کیا یاره کیا یار خواست کیا یارکم، به نرمل بود و کیا یار امسال بار نکن، به نرمل بود و کیا یار امسال بار نکن، نه همی نه کمی نمی مزامین، دلخوشیم یا سبه کیا یار امسال هم سامین، دلخوشیم یا سبه کیا یار امسال هم سامین. تقدیم به مردم عزیزم. یکی دیگه هم بود در مورد حالا اینم پخش کنم. خب همین بود، آواز آهنگ لوری آقای بیرانوند تموم شد. من میگم اون یکی رو پیدا بکنم، یه چیز جنجالی بود. من چیز فوتبال سر در نمیارم، بوکس و ام ام ای اینا بیشتر میدونم، ولی برای افرادی که فوتبال علاقه دارن، کیکی واقعی هم بود توی این برنامه. اونو دونستش امیر حسین اگه اشتباه نکنم، و هاشمی نسب اومده بود آهنگ، دوتا آهنگ جنوبی می‌خواست بخونه، خیلی ضعیف‌تر از آقای بیرانوند خوند. اونا رو تو ویدیو دیگه نشون میدم. خب اون یکی بیرانوند رو ببینم پیدا میکنم، این لحظه اینو استاپ بکنم. خب اوکی پیدا کردم اینو. خب قاعدت اینو میتونید برید در تلویزیون در آرشیوش پیدا بکنید. اسم برنامه شب یلدای ایرانی، دیشب تا آخر وقت بود. مثلا دروازه‌بان شدین، مثلا یه دروازه‌بانی دیده بودی خیلی احتمالاً بازیش حرکاتش اینا براتون خوشایند بود که دوست داشتین دروازه‌بان بشین، کی بود؟ میتونیم مثلا بگیم الگوی ورزشیتون کی بود تو دروازه‌بانا؟ ایرانی بود، فوتبال اروپا بود، کی بود؟ ببین خب به هر حال خیلی دروازه‌بانای بزرگی هستن که خب هر بازیکنی به هر حال چند تا بازیکن شاید الگوی خودش بدونه. خب منم خب پست دروازه‌بانی یه پستیه که خب به هر حال اولش که باید آموزش دیده باشی و از اول بتونی کارت شروع کنی. منم خب بازی‌های بیشتر اروپایی رو نگاه می‌کردم و هیگویتا؟ نه، گلر منچستر آقا خودت وندرسات، نه اشمایکل وندرسات. آره من آره وندرسات الگوم، چون اون قد و قوارش هم مثل علی بود، قیافش هم هم لاغر رو کشیده بود. آره من وندرسات. دروازه‌بان بایر مونیخ چی بود اسمش؟ الیور کان. نه اون که قیافش بهش کدوم فوتبالیستای ما اون اصلا یه جور دیگه بود. ولی دروازه‌بان خوبی بود. من وحشتناک. جدی؟ آقا خدا شما تو تیم‌های خارجی حداقل بگی طرفدار. من هر جایی که مسی بود طرفدار اون تیم. بارسا. آره خدا از یه چیز جالبی گفته، من فقط میدونم جنجالی بود، نمیدونم چی بود.
حالا فردا که دوستام که بر فوتبالی زنگ میزنم اینجا آنلاین ازش میپرسیم که نظرش مثلا چی در مورد حواشی که ایشون بود، در مورد حضور در تیم ملی بود. بعد هاشمی نصرم تو ویدیو دیگه نشون میدم بیرانوند مطلبی که در موردش هست این که رکورد پرتاب با دست دروازه‌بان رو با دست تو پرت میکنن داره در جهان. در گینس هم به نظر میاد که من چک نکردم ببینم حقیقت داره یا نه، ولی ثبت شده که رکورد پرتاب توپ با دست. خب ایشون هم پس ما دیگه آشنا شدیم و دیدیم چجوری آواز میخونه. کاش یه بار دیگه پلیش میکردم. تا میتونید پیدا کنید، برید همه جا گذاشتن اینو. و آهنگ اصلیش هم گفتم اسمش کاویار بود دیگه، درسته؟ اگه اشتباه نخونده باشم تلفظشو. کاویار. کیاره کیار که توی لوری متفاوته. کیار خواست کیارکم کیاره کیار خواست کیارکم به نرمل بود و کیار امسال بار نکن به نرمل بود و کیار امسال بار نکن نه همی نه کمی نمی مزامین دلخوشیم یا سبه کیار امسال هم سامین دلخوشیم یا سبه کیار امسال هم سامین. تقدیم به مردم عزیزم. خیلی خوب اجرا کردم. هاشمی نصرم والا ببینید جالب انگیزه. اونم اگه امشب نتونستم فردا که روز جمعه هستش ضبط میکنم اینو، ولی میتونید برید پیدا کنید آقا جان. اسمش هست در واقع کویار نوشته میشه اما کیار در واقع. حالا تلفظش توی لوری چیه معنیش چیه من این پیدا کردم نمیتونم پلیش بکنم. منظور لکی این منطقه لرستان مرز بین استان کرمانشاهش با استان لرستان زبانشون لکیه. خود خرم‌آباد کمتر بیشتر طیفن دیگه. و خب کالچر جالبی دارن که از شیراز استان فارس هستن لرها در ایران تا همین کرمانشاه تا استان مرکزی ما ایران در عراق. خب فعلا همین بود. این پس شد توی آواز آقای آشنا شدیم با آواز خواندن آقای بیرانوند. ایشون 2 سال پیش گوشیشو تو سعادت آباد دوز برده بود. من ویدیو اون دیدم جالبه، الان موضوعیت نداره نشون بدم. بعدش رفت گوشی خرید تبلیغات گرفت بود از اون گوشی فروشیه. اونم جالبه. بیرو خیلی محبوب هستش ایشون. خیلی خوب فعلا همین، خدا نگهدار.